در ذهن شاید میلیاردهای انسان این سوال باشد که اگر خداوند مهربان است و رحیم است، پس چرا به انسان رنج و مصیبت و غم میدهد؟ میگویند که خداوند بنده های خود را دوست دارد، پس چرا به ما بیماری، رنج، مصیبت، پریشانی و غم میدهد؟ بیایید این سوال را چنین جواب کنیم. از کسایی که سوال در ذهنشان است که خداوند مهربان است، چرا به من رنج و غم و مصیبت و پریشانی و درد میدهد؟ از شما میپرسیم پدر و مادرتان دشمنتان است یا دوستتان است و شما را دوست دارند؟ حتما میگوین که پدر و مادر هیچ وقت دشمن اولاد نمیشه. پدر و مادر مرا دوست دارند مثل جان خود. پدر و مادرت برای خوشی‌هایت قربانی میدهند و از بچگی تو را با مهر و محبت و با ناز بزرگ کردند. همه تلاششان برای این است که تو زندگی بهتری داشته باشی. بسیار خوب. پس زمانی که تو به سن و سال میرسی که وقت مدرسه رفتن یا مکتب رفتنت است، تو را پدر و مادر میبرن با ناز، با آسایش، با تمام امکانات شامل مکتب یا مدرسه میکنن. اما به خاطری که تو بروی مدرسه صبح وقت تو را از خواب شیرین بیدار میکنن، هیچ رحمی بر تو نمیکنن. چرا؟ بیدار شو. هر چی التماس میکنی پدر مادر امروز میخوابم، نه بیدار شو. هر لحظه پدر و مادر میگه که بیدار شو، از مدرسه دیر میشه. شما را صبح وقت از خواب شیرین بیدار میکنه، میفرستن مدرسه. برای شما تمام امکانات را، لباس مدرسه، پول، دارایی، وسایل رفت و آمد را آماده میکنن و در مقابلش از شما میخواین که شما در مدرسه یا در مکتب کامیاب شوید. روزی اگر شما بعد از چند سال از مکتب و مدرسه ناکام برگردین، بیاین پارچه ناکامی خود بیارین که پدر جان این ما در مکتب ناکام شدم. آیا پدر و مادر مهربانی که اندکترین تب بخار شما را نمیتونست تحمل کنه و میگوید که فدایت باشم پسر، ماشاءالله هیچ عیبی نداره، خوبه که ناکام شدی، چنین بر شما میگوین؟ نه، نمیگوین. با شما قار میشون، با سر شما فریاد میزنن، شما را تحقیر میکنن، میگن تنبل، بیکفایت، دروغگو، بی استعداد، بی ظرفیت و بیشتر از این هم. در زمان دانشگاه همچنان پدر و مادر اینا را زور داره که شما خوب درس بخوانید، کامیاب شید. اگر شما از دانشگاه هم ناکام بیایید که پدر من بعد 4 سال یا 7 سال یا 6 سال یا 30 سال ناکام آمدم، اون پدر و مادر مهربانی که قربان و صدقه شما میرن قبول میکنن که شما ناکام باشین. برای چی ناکامی تنه قبول نمیکنه پدر و مادر؟ به خاطر این که شما بدبخت میشوین. اگر تو درس نخوانی، تو مطالعه نکنی، تو زحمت نکشی، تو بیخوابی رو تحمل نکنی، تو چیکار میشی در زندگی؟ ناکام میشی، بار دوش دیگران میشی، احتیاج و محتاج میشی. دیگران همه بر اساس نتیجه زحمتهای خود از تو بهتر هستند. اگر شما میخواین یک ورزشکار خوب باشین، آیا شما به خود ظلم میکنید که ورزش میکنید و رژیم میگیرین، غذاهایی که براتون خطرناک است نمیخورید، اوقات فارغ خود میرین ورزش میکنید، عرق میریزانید و در نتیجه هر قدر زحمت که شما میکشید برای چی؟ برای این که در آن مسابقه ورزشی شما بهترین باشید. آیا اگر شما زحمت نکشید در دوران مدرسه، در دوران دانشگاه برای ورزش، شبها مطالعه نکنید، خواب شیرین خود خراب نکنید، صبح وقت نخیزید، کتاب ها را نبینید، برای مونوگراف و برای تیزیس و برای دکترای خود زحمت نکشید، شما از همصنفی هایتان، هم کلاس هایتان میشوید بهتر باشید.
شما اگه به خود رحم کنید که چرا خواب شب خود خراب کنم، میخوابم خدا مهربان است بازی کار میشه، آیا موفق میشید، کامیاب میشید؟ و شما چرا در زندگی تلی زحمت چرا میکشید؟ به خاطر این که شما از دیگران بهتر باشین، شما کامیاب باشین، شما موفق باشین. استاد دانشگاه، استاد مدرسه و مکتبتان آیا ظالم است؟ جلاد است؟ آیا بر شما رحم میکنه اگر شما درس نخوانین، کار خانگیتان نیارین، مطالعه نکنین، نمره خوب نبرین، براتون رحم میکند؟ اگر برین پیش استاد که استاد من درس نخواندم، مطالعه نکردم، من چی را میفهمم، یک نمره برا بدین، برایتان میدن؟ نه. پس اون استاد ظالمه؟ پس اون استاد دیکتاتور و جلاد است؟ چرا بر شما رحم نمیکنه؟ به خاطری که شما بهترین باشید. پروردگار ما تمام عالم را خلق نموده، خالق اما عالم است، اما به ما عقل داده، نیرو داده، خواص ششگانه داده که ما برای خوب بودن خود که بهترین باشیم، از نگاه صحت، از نگاه عقل، از نگاه ضمیر، وجدان و روح و روان بهترین و مفید باشیم، باید زحمت ها را متحمل شیم. شما هر زمانی که کاگل برای بامتان جور میکنین، چرا بر اون خاک لگت میکنین؟ هر قدر که بر آن خاک لگت کنید، اون خاک بهتر میشه و در مقابل طوفان و باران استقامت میکنه. پوستی را که از جان جناور جدا میکنن میرود به دباخانه و در آب نمک میفته و بوی بد میگیره و بعد از 1000 فیلتر بیرون میشه، بعد از اون پوست چرم میشه. طلا را هم از بین قلب سنگ ها از موی باریکتر میارن و آتش میزنن، تیزاب میزنن و فرس میزنن و چکش میخورن، بعد از آن طلا میشه و ارزش پیدا میکنه. خداوندی عظیمشان هم در زندگی ما اگر کدوم درد و پریشانی مصیبتی را بیارد، برای این است که ما بهترین باشیم، ما پخته شویم، ما زندگی را یاد بگیریم. اگر در زندگی ما مشکلات و پریشانی نیاید، ما هیچ وقت قدر خوبی ها، قدر صحتمندی، قدر ارزش های خود را نمیدانیم. برای این که ما بهترین دیگران باشیم، باید زحمت ها را متحمل شیم. یک کوهنورد برای این که به اون قله بالای کوه برسد، چرا با اصطلاح هم طیاره یا هواپیما نمیره؟ چرا پیاده میره؟ منزلت و مقام در نیست که پیاده برو به اونجا برسد. پس خداوند خیلی مهربان است و در هر پریشانی و گرفتاری که از پروردگار مهربان ما به ما میرسد، در آن حکمت است. هیچ وقت این سوال را خود نکنید که خدا نخسته، نعوذ بالله، خداوند مهربان نیست، ما را رنج و زحمت میگه. هر رنج و زحمتی که ما میبینیم در آنو خیر و برکت و رفاه و آسایش و کامیابی ماست.